آماده اید تا به دنیای تاریک و وحشت آور خوناشام ها وارد شید؟ در این ویدیو به تاریک ترین و دلهره آورترین فیلم های ترسناک خونآشامی میپردازیم که شما رو در جای خودتون میخوب میکنه. از داستان های کلاسیک تا فیلم های مدرن و پرهیجان همه اینجاست. اگر دنبال تجربه‌ای فراموش نشدنی از ترس و هیجان هستی، حتما با ما همراه باشید. شماره 1 فیلم Let the Right One In. آدم درست را راه بده، فیلمی سوئدی در ژانر درام و فانتزی و ترسناک به کارگردانی توماس آلفردسون که در سال 2008 منتشر شده. داستان فیلم در رابطه با اسکار و الیه. اسکار پسر بچه ترسو 12 ساله‌ایه که مورد آزار و اذیت واقع شده و انتقام رو در ذهن خودش میپرورونه. او عاشق الی دختر عجیبی میشه. الی نمیتونه زیر نور آفتاب بره یا غذای عادی بخوره. الی به اسکار قدرت انتقام و مقابله با دیگران رو میده، اما وقتی اون متوجه میشه الی برای زنده موندن احتیاج به خون انسان‌ها داره، در یک دوراهی قرار میگیره. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 7.8 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 98 و 90% به این فیلم زیبا امتیاز دادن. شماره 2 فیلم The Vampire Diaries. خاطرات خوناشام یه مجموعه تلویزیونی فراتبیعی درام محصول سالهای 2009 الی 2017 و توسط کوین ویلیامسون و جوری پلک بر اساس مجموعه کتاب‌های با همین نام به نوشته LG اسمیت ساخته شده. داستان از شهر خیالی به نام ویرجینا که تاریخچه‌ای ماورایی داره آغاز شده و به زندگی دختری نوجوان به نام النا گیلبرت میپردازه. او عاشق یه خونآشام 162 ساله به نام استفان شده. هرچند این رابطه نمیتونه مدت زمان زیادی عادی بمونه، چرا که دیمون برادر استفان فردی شروره و تصمیم میگیره عشق قدیمیشون یعنی کاترین پیرس رو بازگردونه. سریال از جای جذاب میشه که کاترین پیرس هم یه خون آشامه، اما با ظاهر دقیقاً یکسان با النا. به علاوه دیمون نیز حالا عاشق النا شده و همین مسئله این دو برادر رو در یه مثلث عاشقانه اما خطرناک قرار میده که در اون باید از النا محافظت کرده و در همین زمان با دیگر افراد شروری که قصد آسیب زدن به اونها و شهرشون رو دارن مبارزه کنن. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 7.7 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 86 و 72% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 3 فیلم کوربین نش. فیلم کوربین نش در ژانر اکشن ترسناک محصول سال 2018 کشور آمریکا و به کارگردانی بن جاگره. در لس آنجلس کاراگاه سرگش و تشنه به خون کوربین برای یافتن حقیقت پشت قتل والدینش او را به رویارویی با 2 نفر هیولایی از کوینی و وینز هدایت میکنه. یک کابوس جهنمی که او هرگز برای اون آماده نبوده. او که در دنیای زیرینی از وحشت که قدمت اون به سپیددم باز میگرده گم شده. متوجه میشه که در واقع آخرین بازمانده از خانواده نش یک قبیله تاریخی از شکارچیان شیطانه. از اونجایی که او مجبور به تصدیق سرنوشت پیشگویی میشه مورد حمله قرار میگیره و به طرز وحشیانه‌ای برای مرده ها رها میشه، اما میسی روح پاکی که توسط پیامبر مرموز او رهبری میشه بازیابی میشه. سرانجام کاراگاه نش دوباره متولد میشه. قاتل نهایی او در جستجوی انتقام جنگی خشونت آمیز با جانورانی که در تاریکی این جهان پرسه میزنن به راه میندازه و سرانجام میراث واقعی خود کوربین نش شکارچی شیطان رو در آغوش میکشه. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 4.3 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 20 و 54% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 4 فیلم سینمایی تورو بلاو.
خون حقیقی یه مجموعه تلویزیونی درام آمریکایی توسط آلن بال سازنده 6 فوت زیرزمین تهیه شده و برداشت آزادی از سری رمان‌های اسرار خوناشام جنوب که توسط شارلین هریس نوشته شده و به شرح جزئیات همزیستی خوناشام‌ها و انسان‌ها در شهر خیالی در ایالت لوئیزیانا میپردازه. داستان در مورد دختری به نام سوکی استکهاوسه که میتونه ذهن دیگرون رو بخونه و از طرف دیگه خوناشام‌ها میتونن بین مردم زندگی کنن. سوکی عاشق یکی از این خوناشام‌ها به نام بیل میشه و این آغاز ماجراهای این دو نفره. البته اتفاقاتی هم در جریانه. تارا و مادرش مشکلات خودشون رو دارن. سام یک تغییر شکل دهنده هست و از همه مهمتر کسی به دنبال کشتن سوکیه. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 7.9/10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 68 و 72% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 5 فیلم پریچر. واعظ یه مجموعه تلویزیونی آمریکایی محصول سال 2019 که سم کاتلین، اوان گولدبرگ و سد روگن توسعه دادنش. جسی کاستر یه واعظ مسیحی مشروبخوار و سیگاری که بحران ایمانی داره قدرتی خارق‌العاده به دست میاره. در طی حادثه‌ای در کلیسا روح او به تسخیر موجودات ماوراءالطبیعی در اومده که در اثر تسلط و نزدیکی با او موجودی به نام جنسیز در او زاده میشه. رویدادی که بر اثر اون کلیسا تخریب شده و تمامی حضار در اون کشته میشن. جنسیز هیچ خواستش شخصی نیست، اما از اونجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شره، با پیوستنش به جسی به موجودی تبدیل شده که میتونه اونو به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل کنه. در همین حال جسی که وجودش رو انواعی از شک‌ها و تردیدها فرا گرفته، به همراه دوست دختر سابق کله شقش تولی و بهترین دوست خوناشامش کسیدی راهی مأموریتی میشن تا ماهیت این قدرت و خود خدا رو بیابن. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 7.9/10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 87 و 74% امتیاز دادن. شماره 6 فیلم پنی دردفول. عامه پسند یه مجموعه تلویزیونی آمریکایی در ژانر درام ترسناک که جان لوگان نویسندگی و تهیه کنندگی مجموعه و سم مندوس و خود لوگان هم مدیریت تولید اون رو بر عهده دارن. داستان فیلم در لندن دوره ویکتوریای سال 1891 آغاز میشه. اتان چندلر یه مرد مسلح آمریکایی و هنرمند نمایش جاده‌ای توسط مالکوم موری ماجراجو و ونسا آیوز مرموز استخدام میشه تا به نجات دختر موری از دست موجودی مرموز و ماوراءالطبیعی کمک کنه. اونها از دکتر جوونی به نام ویکتور فرانکنشتاین کمک میگیرن که توسط مرد مرده‌ای از مخلوق فرانکنشتاین شکار میشه. آیوز با دوریانگری خوشتیپ و هنرمند درگیر میشه، اما در عین حال خود رو در دام لوسیفر میبینه که میخواد اونو عروس و ملکه خودش کنه. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 8.2/10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 81 و 90% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 7 فیلم بافی د ومپایر اسلایر. بافی قاتل خوناشام‌ها فیلمی آمریکایی محصول سال 1997 در ژانر اکشن، کمدی، ترسناک و توسط جاس ویدون نویسنده و کارگردان آمریکایی ساخته شده. داستان در مورد بافی سامرز، دختر نوجوان کالیفرنیایی، آخرین زن جوان خوناشام کشه. یه روز مریک، پیرمردی مرموز، به اون میگه تو آخرین تجسم زنده تبار قهرمانان خوناشام کشی و حالا وظیفه اوه که بافی رو آموزش بده تا برای هدف مقدس یعنی نجات دنیا از دست نامرده ها آماده بشه. اما بافی ترجیح میده زندگی معمولی خودش رو ادامه بده. در همین حین پایک، مکانیکی که از بافی جواب سربالا شنیده، با آشفتگی پی میبره که دوستش بنی توسط آمولین تبدیل به یک خوناشام شده. آمیلین از پیروان لوتوز، یه سلطان خوناشامه که به تازگی تجدید حیات یافته و در حال گردآوری دار و
دسته خوناشام هاست. در جریان یه رویارویی لوتوس از قدرت خود برای مجذوب ساختن بافی استفاده میکنه و تهدیدهای بافی باعث میشه لوتوس مریک رو بکشه. لوتوس به بافی میگه اگه به او بپیونده نامیرا خواهد شد، ولی بافی چوب سرتیزی رو در قلب او فرو میبره. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 8.3 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 85 و 92% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 8 فیلم ترس. آتش فیلمی کره‌ای در ژانر عاشقانه و ترسناک محصول سال 2009 به کارگردانی پارک چان ووکه. سانگ هیون یک کشیش مسیحی که برای تست واکسن یه ویروس کشنده داوطلب میشه تا به ویروسی که آفریقا رو ویرون کرده آلوده بشه. واکسن درست عمل نمیکنه و ویروس تقریبا او رو از پا در میاره، اما پس از تسریق تصادفی خون یه خوناشام به بدنش او به زندگی باز میگرده. او با ولع شدید برای خون و رابطه جنسی باقی مونده و به عنوان یه مراجعه کننده به بیمارستان او میتونه تشنگی خود رو برای خون فرو ببره و رابطه شدیدش با تائجو ازدواج ناخوشایند و رابطه جنسی فراهم میکنه. همانطور که رابطه اونها زیاد میشه، سانگ هیون در تلاش برای حفظ اخلاق قدیمی خود باقی میمونه. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 7.1 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 81 و 74% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 9 فیلم تویلایت. گورگومیش فیلمی در ژانر درام رمانتیک محصول سال 2008 کشور آمریکا که بر اساس رمانی تخیلی و رمانتیک به نام سپید دم ساخته شده. داستان سریال دختر نوجوانی به نام ایزابلا تصمیم میگیره از خونه مادرش در فینیکس به شهر کوچک فورکس در واشنگتن نقل مکان کنه و در کنار پدرش چارلی زندگی بکنه. در مدرسه بلا با همکلاسیش ادوارد کالن آشنا میشه. ادوارد در از خوناشام 109 ساله‌ایه که در ظاهر نوجوان 17 ساله به نظر میاد. البته ادوارد و خانواده‌اش فقط از خون حیوانات میآشامند. هرچند در ابتدا ادوارد سعی کرد از این عشق دوری کنه، ولی با این حال اون دو دل به یکدیگه میدن. بلا ادوارد رو خاطر جمع میکنه که مشکلی با خوناشام بودن او و خانواده‌اش نداره. وقتی که سه خوناشام مسافر جیمز، لورن و ویکتوریا به شهر فورکس گذر میکنن، زندگی بلا دستخوش خطر از جانب اونها میشه. خانواده ادوارد به او کمک میکنن که از دست خوناشام ها فرار کنه و زندگی خود رو به خطر میندازن تا اونو حفظ کنن. جیمز هم تمام تلاش خودش رو میکنه تا بلا رو پیدا کنه. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 5.3 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 49 و 72% به این فیلم امتیاز دادن. شماره 10 فیلم دیبرکه. روزشکنان یه فیلم ترسناک علمی تخیلی به کارگردانی و نویسندگی برادران اسپری که در سپتامبر 2009 در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو و در اوایل سال 2010 اکران عمومی شده. در جهان 10 سال آینده خوناشام‌ها اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن که تنها 5% از نژاد بشر باقی میمونه. این تغییر جمعیت در زمین باعث به وجود آمدن بحرانی برای خوناشام ها شده، یعنی کمبود تنها ماده اصلی غذایی برای اونها خون انسان ها. ادوارد که مسئول تیم تحقیقاتی یک کمپانی بزرگ برای جایگزینی خون دیگه‌ای به جای خون انسان ها در حال تحقیقاتی که در تمامی مراحلشون موفقن، اما در مرحله آزمایش بر روی خوناشام ها با شکست مواجه میشن. خود ادوارد که در طی یه حادثه و توسط برادرش تبدیل به خوناشام شده، به شدت تحت تاثیر نابودی نسل انسان قرار گرفته و تحت هر شرایطی دنبال جایگزین مدل دیگه از
خون برای مصرف و نجات نسل انسان‌ها. در این میون ادوارد با نجات دادن چند انسان در حال فرار از دست خون‌آشام‌ها با گروهی از انسان‌ها آشنا میشه که به طور مخفیانه در حال زندگی هستن. این آشنایی باعث میشه که اون با خون‌آشامی ملاقات کنه که تونسته با روشی عجیب دوباره خودش رو به انسان تبدیل کنه. ادوارد با خوشحالی از این کشف سعی میکنه رئیس کمپانی خودش رو از این راه حل مطلع کنه، اما برای رئیس تنها فروش خون انسان‌ها مهمه. امتیازی که تماشاگرای سایت IMDb دادن 6.4 از 10 و تماشاگرای سایت راتن تومیتوز و منتقدها 69 و 49% به این فیلم زیبا امتیاز دادن. اگه از این سفر دلهره آور به دنیای خون آشام ها لذت بردی، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از محتواهای ترسناک بعدی ما رو از دست ندید. نظرات خود رو درباره فیلم های خون آشامی مورد علاقتون با ما در میون بگذارید و بگید کدوم فیلم بیشترین ترس رو در شما ایجاد کرده. تا ویدیوهای بعدی مراقب باشید و همیشه چراغ‌ها رو روشن نگه دارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر روی لینک های پیشنهادی در انتهای ویدیو کلیک کنید و فراموش نکنید که این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید.